از سنت‌های اصیل و ارزشمند الله صلوات بر پیامبر و آل مطهر اوست. ثواب صلوات هم در دنیا و هم در آخرت شامل حال فرستنده می شود. فرستادن صلوات حوایج دنیایی انسان را برآورده ساخته و در آخرت موجب خلاصی و عذاب و نجات از هول قیامت می گردد. مقام پیامبر آنقدر والاست که مورد صلوات خاصه حضرت خدای سبحان و تمامی فرشتگان قرار دارد. بنابراین بهتر است مؤمنین نیز در این عمل خاص هم نوا و هماهنگ شوند. صلوات بهترین ذکر برای برآوردن حاجات، درمان مرضها و رفع گرفتاری هاست. مسلمانان در هر روز حداقل 9 مرتبه صلوات را در نمازهای یومیه خود بر زبان جاری می کنند. امام علی علیه السلام فرمودند دعایتان را با صلوات شروع و با آن ختم کنید تا دعای شما بین 2 دعای مقبول واقع شود و مستجاب گردد، زیرا خداوند کریمتر از آن است که اول و آخر دعا را مستجاب کند و وسط آن را مستجاب ننماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در شب معراج وقتی به آسمان رسیدم ملکی را دیدم که 1000 دست داشت و در هر دستی 1000 انگشت. آن ملک به کمک دستها و انگشتانش مشغول حساب کردن و شمارش بود. از جبرئیل امین که مرا همراهی میکرد پرسیدم این ملک کیست و چه چیز را حساب میکند؟ جبرئیل گفت این ملک موکل به دانه های باران است. او محاسبه میکند که چند قطره باران از آسمان به زمین نازل شده است. پس من به آن ملک گفتم آیا میدانی که از آغاز آفرینش دنیا تا کنون چند قطره باران به زمین نازل شده؟ ملک پاسخ داد یا رسول الله، قسم به آن خدایی که تو را به حق فرستاده، علاوه بر این که میدانم تا کنون چند قطره باران نازل شده، بلکه محل نزول آنها را نیز به تفکیک میدانم و از تعداد قطره های باران نازل شده بر بیابانها نیز اطلاع دقیق دارم. حضرت فرمودند من از این همه دقت در حفظ شمارش باران در تعجب شدم. آنگاه ملک گفت یا رسول الله، با وجود این همه دقت و دست و انگشتان برای شمارش هنوز در محاسبه یک چیز ناتوان ماندم. پرسیدم کدام چیز؟ گفت زمانی که امت شما وقتی اسم مبارک شما را بشنوند و صلوات بفرستند من قدرت محاسبه ثواب آن صلوات را ندارم. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند در ترازوی سنجش اعمال در روز قیامت چیزی سنگین‌تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. کسانی هستند که اعمالشان را در ترازوی سنجش عمل می‌گذارند ولی اعمالشان سبک و ناچیز است. سپس صلوات بر آن حضرت را بیرون آورده و بر روی آن می‌گذارند، پس اعمالشان سنگینی می‌کند و برتری می‌یابد. خداوند در سوره احزاب آیه 56 می‌فرماید خدا و فرشتگان او بر پیامبر اکرم درود می‌فرستند. شما هم ای کسانی که ایمان آوردید بر او صلوات بفرستید و آنطور که باید تسلیم شوید. خداوند در این آیه تأکید می‌کند که ابتدا من و ملائکه بر پیامبر صلوات می‌فرستیم و به پیروی از ما شما انسان‌ها نیز بر ایشان و آلش درود بفرستید. پیامبر اکرم فرمودند کسی که در نوشته‌ای صلوات بر من را بنویسد تا زمانی که نام من در آن نوشته باشد فرشتگان برای او استغفار می‌کنند. همچنین در یک حدیث دیگری فرمودند شیاطین 2 گروهند، شیاطین جنی که با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رانده می‌شوند و شیاطین انسی که با صلوات بر محمد و آل محمد شر و آزارشان از شخص دور می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه کسی از شما دست به دعا برداشت پس دعایش را با صلوات آغاز کند، زیرا صلوات بر پیامبر و آلش دعایی پذیرفته شده است و خدای متعال برتر از آن است که بخشی از دعا را قبول کرده و بخش دیگر آن را رد کند. همچنین امام صادق در یک حدیث دیگری می‌فرمایند هر که بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم نمی میرد تا آنکه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را درک کند. در ادامه کلیپ به برخی از فضایل و برکات صلوات که در احادیث آمده است اشاره می کنیم. صلوات ذکر الهی و بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است. صلوات نوری بر روی پل صراط است. صلوات روح را جلا می دهد و نوری در بهشت است. صلوات رمز دیدن پیامبر در خواب است. صلوات شفیع انسان و زینت نماز است. صلوات عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند. صلوات موجب کمال نماز می شود. صلوات انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است. صلوات محبوب ترین عمل است و موجب تقرب انسان می شود. صلوات سپری در مقابل آتش جهنم است. صلوات موجب کمال دعا و استجابت آن می شود. با یک صلوات پاداش 72 شهید را برای انسان ثبت می کنند. صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعاست. صلوات برترین عمل در روز قیامت و جواز عبور انسان به بهشت است. صلوات آتش جهنم را خاموش می کند و سنگین ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می شود. صلوات بهترین داروی معنوی و فقر و نفاق را از بین می برد. چه خوب است که انسان همیشه اهل صلوات باشد، چرا که پیامبر اکرم نیز دائم الصلوات بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس یک مرتبه صلوات بفرستد خداوند عافیت و سلامتی را برای او می گشاید. همچنین در یک روایتی فرمودند صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجتهای شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می کند. در باب رفع فراموشی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس چیزی را فراموش کرد بر من صلوات بفرستد تا آن موضوع یادش بیاید. همچنین در وصیت خود به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند یا علی هر کس به من هر روز و شب صلوات بفرستد شفاعتم بر او واجب می شود اگرچه گناهانش از گناهان بزرگ باشد. از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت شده هر کس قادر به کفاره گناهان نباشد صلوات بسیار بفرستد که صلوات بر محمد و آل محمد گناهان را می ریزاند. خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد ای موسی دوست داری که آتش قیامت تو را فرا نگیرد و در مواقف آن روز تشنه نباشی؟ حضرت موسی عرض کرد بله ای پروردگار جهانیان. خطاب رسید امروز در دنیا بر حبیب من صلوات بفرست تا فردا از تشنگی قیامت در امان باشی. در یک حدیثی بسیار زیبا آورده شده سزاوارترین و نزدیکترین مردم در روز قیامت به رسول خدا کسی است که در دنیا بر آن حضرت بیشتر صلوات فرستاده باشد. همچنین در باب آمرزش گناهان رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس هر روز از روی شوق و محبت به من 3 مرتبه صلوات بفرستد خداوند متعال گناهان او را در همان روز یا همان شب می آمرزد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند کاروانی از فرشتگان به امر پروردگار در جهان حرکت می کنند و هنگامی که به جلسه ذکر و صلوات می رسند به یکدیگر می گویند فرود آییم. زمانی که پیاده می شوند اهل جلسه را هنگام دعا با ذکر آمین یاری کرده و نیز اهل جلسه را هنگام صلوات کمک و همراهی می کنند و در پایان به یکدیگر می گویند خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید. روزی یکی از اولیا به حضرت الیاس و حضرت خضر علیهم السلام شکایت کرد که مردم زیاد غیبت می کنند و غیبت هم از گناهان کبیره است و هرچه آنها را نصیحت می کنم و آنها را من از غیبت می کنم به حرفم اعتنایی نمی کنند.
و آن عمل زشت را ترک نمی کنند. چه کار کنم؟ حضرت الیاس علیه السلام فرمودند چاره این کار این است وقتی وارد چنین مجلسی شدی و دیدی غیبت می کنند بگو بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. پروردگار ملکی را بر اهل مجلس موکل می کند که هر وقت کسی خواست غیبت کند آن ملک جلوی این عمل زشت را می گیرد و نمی گذارد غیبت شود. سپس حضرت خضر علیه السلام فرمودند وقتی کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد، حضرت حق ملکی را میفرستد تا نگذارد که اهل آن مجلس غیبت او را کنند. در روایت آمده است شخصی همسایه‌ای داشت و همسایه او از دنیا رفت. او را در خواب دید. از او پرسید خدا با تو چه کرد؟ آن شخص گفت هولهای بزرگی دیدم و رنجهای عظیمی کشیدم. از آن جمله به وقت سؤال منکر و نکیر زبان من از کار باز ماند. با خود می گفتم وا ویلا، این عقوبت از کجا به من رسید؟ من مسلمان بودم و بر دین اسلام مردم. آن دو فرشته با غضب از من جواب طلبیدند. ناگهان شخصی زیبا و خوشبو آمد، میان من و ایشان حائل شد و مرا تلقین کرد تا جواب ایشان را به نحو خوب بدهم. از آن شخص پرسیدم تو کیستی؟ خدا تو را رحمت کند که من را از این غصه خلاصی دادی. من شخصی هستم که از صلواتی که تو بر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستادی آفریده شدم و مأمورم در هر وقت و هر جا که در ماندی به فریاد تو رسم. پیامبر اکرم فرمودند در تمامی روزهای جمعه بر من صلوات بسیار بفرستید، زیرا صلوات امت من در هر روز جمعه‌ای بر من عرضه خواهد شد. پس هر کسی بیشتر بر من صلوات فرستاده از لحاظ مقام و درجه نزدیکترین افراد به من است. بنابراین مستحب است در شب و روز جمعه بر حضرت محمد و خاندان مطهرش صلوات بسیار فرستاده شود. اطرافیان حضرت آیت الله بهجت بارها دیده بودند وقتی ایشان دعا و ذکری را به شخصی تعلیم میداد میفرمود قبل و بعد از آن صلوات بفرستید. از ایشان نقل شده است برای برآورده شدن حوائج زیاد صلوات بفرستید. خود من روزی در حرم امام حسین علیه السلام که خیلی شلوغ بود چند صلوات فرستادم. یک دفعه متوجه شدم به ذریح امام حسین علیه السلام چسبیدم. همچنین حضرت آیت الله بهجت در پاسخ به کسی که دچار وسوسه های شیطانی برای اعتیاد به مواد مخدر بودند جوابی بسیار عمیق داشت. ایشان فرمود زیاد صلوات بفرستید، زیاد صلوات بفرستید به نیت تمام آثار و خواص صلوات از جمله عشق به اهل بیت علیهم السلام این لذت‌های مادیات را از بین میبرد. یقیناً کسی که در قلب خود محبت اهل بیت علیهم السلام را داشته باشد مورد محبت و توجه خداوند متعال قرار خواهد گرفت، چنان که جبرائیل به نبی مکرم اسلام درباره اهل بیت علیهم السلام چنین گفت کسی که ایشان یعنی اهل بیت را دوست داشته باشد خداوند او را دوست دارد. عبدالله ابن سنان گفت شنیدم که حضرت صادق علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند بلند کنید صداهای خود را به صلوات بر من، زیرا صلوات بر من و اهل بیت من نفاق را از بین میبرد. همچنین از ایشان نقل شده است که فرمودند سه کس در روز رستاخیز، آن روزی که سایه‌ای جز سایه خداوند نخواهد بود، در زیر عرش الهی خواهند بود. عرض شد یا رسول الله آنها چه کسانی هستند؟ فرمودند آن کس که اندوه غمزده‌ای از امت من را برطرف کند، دوم کسی که سنت مرا زنده کند و سوم آن کسی که فراوان بر من صلوات بفرستد. بهترین زمان صلوات پنجشنبه شب تا غروب جمعه است. از امام جعفر صادق نقل شده است که در آخر روز پنجشنبه و شب جمعه جمعی از ملائکه از آسمان فرود می آیند که با ایشان قلم‌ها از طلا و لوح‌ها از نقره هست و در آخر روز پنجشنبه و شب جمعه و روز جمعه تا وقت غروب چیزی به جز صلوات بر پیغمبر و خاندانش را نمی نویسند.
همچنین روز مبعث هنگام شنیدن صدای اذان، ماه شعبان، بعد از نماز صبح و هنگام طلب حاجت از بهترین اوقات صلوات فرستادن است.